اولین نکته که درباره مشت باید خدمتتون عرض بشه طرز بستن انگشت هستش. 4 تا انگشت رو جمع میکنیم، این انگشت شست هم میاد روی بقیه انگشتا و هرچی اینا رو محکمتر به هم دیگه فشار بدیم مشتمون محکمتر خواهد بود. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا این انگشت شست رو باید جمعش بکنیم. ببینید خیلی واضحه، وقتی مشت میخوایم بزنیم به حریفمون، اگر این جمع نشده باشه انگشت شست به حریف برخورد میکنه و میشکنه، چون ضعیفه میشکنه. برای همین اینو زیر باید زیر انگشت قایمش بکنیم و علاوه بر اینکه قایم میشه باعث استحکام و قدرت بیشتر مشتمون میشه. دومین نکته پیش مشت هستش. ببینید اولین جایی که به حریفمون برخورد میکنه این دوتا استخونه، این دوتا استخون که مربوط به این دوتا انگشت جلوییمون هستش. این دوتا استخون چون محکمتره باعث میشه مشتمون تخریب بیشتری داشته باشه، پس بهش میگن پیش مشت. نکته سوم درباره استقرار هستش. ببینید بعضی از استقرارها مخصوص بعضی از ضربات هستند، یعنی اینکه با اون ضربه تناسب بیشتری دارن. به عبارت بهتر وقتی هنرجومون میخواد اون حرکت رو انجام بده، اگر این استقرار رو رعایت بکنه روی زمین تعادلش رو میتونه بهتر حفظ بکنه. علاوه بر تعادل و استقرار بهتر روی زمین، این استقرار باعث زیبایی اون حرکت هم میشه. برای متن معمولی هم استقرار راتوی غیر کلاسیک استفاده میشه که توی شکل ملاحظه می‌فرمایید. این نشست اسمش راتو هستش و این نشست راتوی غیر کلاسیک. برای راتوی غیر کلاسیک پای راستمون رو باید به اندازه 1.5 الی 2 برابر عرض شانه باز بکنیم. به این صورت انگشتای پا به سمت داخل، زانوها خم و زانوها به سمت داخل، دستها به صورت مشت در کنار کمر بالای شالبند قرار میگیره. حالا بعضا روی شالبند هم میذارم، ولی بهتر هستش که بالای شالبند قرار بگیره. نام دیگر نشست راتوی غیر کلاسیک نشست اسب سوار هستش. علت این نامگذاری به خاطر زانوهای خم شده به سمت داخل سوارها هم برای اینکه اسب نتونه اونها رو به سمت زمین پرت بکنه، زانوهای خودشون رو به کمر اسب محکم به سمت داخل فشار میدن. در این نشست ما هم زانوها رو به سمت داخل فشار بدیم. خب از نشستمون مشخص شد. الان میخوایم اولین مشت رو انجام بدیم. ببینید مشت ها کنار کمر محکم نگه داشته میشه. اولین مشت به صورت ساده بخوایم بزنیم، ببینید یکم غیر حرفه‌ای و ساده به نظر میرسه، آماتور به نظر میرسه. بخوایم اصولی بریم جلو باید اول دست عکس‌العمل بیاد قدرت گیری بکنه. این دست عکس‌العمله. این دست عمل که دست مشت زننده هستش از زیرش میاد و عمل مشت رو انجام میده. ببینید یک بار دیگه دست عکس‌العمل از زیرش دست عمل رفت و مشت رو انجام داد. همزمانی دقت داشته باشین که حتما باید انجام بگیری. ببینید حالا اول دست عکس‌العمل که اومد، خب الان که میخواد دست عکس‌العمل برگرده سر جاش، همزمان باید مشت انجام بگیره. ببینید همزمان، این همزمانی حتما باید رعایت بشه. بریم سراغ نکته‌ای که توی دوران هستش. می‌بینیم دوران حتما توی مشت باید انجام بگیره. می‌بینیم مشتمون رو به بالا نبود، رو به پایین بود. نکته‌ای که هست باید این مشتمون یک مشت مونده به حریف بچرخه. ببینید در آخر کار یه دوران مثلا این حریف باشه، یک مشت مونده به حریف باید حتما دوران انجام بشه. مثلا این حریف هستش، اگر ضربه بخوره به حریف و اونجا بخواد بچرخه، یک هم ضربه هم دوران باعث میشه مچ دستمون آسیب ببینه. بنابراین باید به خاطر مچمون و سلامتی خودمون این نکته رو رعایت بکنیم. خب مشت دوم رو انجام بدیم. ابتدا مشت اول دست عکس‌العمل اومد، دست عمل از زیرش و مشت رو انجام داد. حالا جای دست عکس‌العمل و عمل با هم دیگه عوض میشه. این دست عمل بود میشه عکس‌العمل و دست عکس‌العمل میشه دست عمل. ببینید قدرت گیری کرد
دستی که به کمر بود میاد و به عنوان دست عمل مشت رو انجام میده. برای مشت سوم دوباره این دست عمل بود، دوباره میشه عکس العمل. ببینید میاد قدرت گیری میکنه، این یکی دوباره میشه عمل. به این صورت دوباره مشت ها تکرار میشه. در متوی معمولی حین ضربه زدن شانه نباید تکون بخوره. در این مشت شانه نباید تکون بخوره. پس این مشت شانه ها باید صاف باشه، بدن بدون قوز. اگر بخوایم حین ضربه زدن شانه رو بدیم جلو، این باعث میشه حرکت اشتباه بشه، حتی یک ذره نباید بیاد جلوتر. پس شانه ها صاف، به این صورت ضربه انجام میشه. شاید حالا توی فیلم ها و کلیپ های مختلف دیده باشین که انگار حین ضربه زدن شانه‌شون میره بالاتر. ببینید یه همچین حالتی داره. در واقع شونش نیست که میره بالا، این کتفشه که میره عقب‌تر. ببینید کتفش میره عقب‌تر که ضربه رو با شتاب و نیروی بیشتری بتونه وارد بکنه. کتف که رفت عقب‌تر انگار رفته بالا. ببینید یه همچین حالتی، یه همچین شکلی داره. به این صورت این کتفمون یک ذره فقط میره عقب‌تر. همین فاصله کوتاه باعث افزایش شتاب و نیروی مشتمون میشه. ببینید اگر کتفم یک ذره بره عقب‌تر، میتونم به حریفم یک ضربه انگار هول دادن به این صورت بزنم. یک ذره کوتاه، یک فاصله کوتاه باعث میشه شتاب و نیرو بیشتر بشه. به این صورت همین ریز نکات نشون میده که روی این حرکات تفکر زیادی انجام شده. ببینید هم باعث زیباییه و هم باعث افزایش شتاب و نیرو. خب بریم سراغ نکته بعد، یعنی محل ضربه. اگر دقت کرده باشین من توی حین مشت زدن یک مشت به این ور و یک مشت به اون ور نمیزنم. سعی میکنم هر دو مشت به یک نقطه زده بشه، یعنی روبروی جناق سینه. توی این مشت اگر حریفم هم قد خودم باشه باید بخوره به جناق سینه‌اش. اگر مشت خودم رو ببینید اگر جمع بکنم بخوره به جناق سینه یا کمی بالاتر. اگر پایین تر برخورد بکنه باعث میشه که بخوره به دیافراگم و باعث قطع تنفس بشه، حتی ممکنه خطرناکتر باشه و باعث مرگش بشه. ما توی هنرهای رزمی یاد میگیریم که به خودمون و حریفمون آسیب نزنیم، بلکه از خودمون بتونیم دفاع بکنیم. بعد درباره کج بودن مچمون و آرنجمون هستش. حالا یکم نه زیاد به سمت داخل باید کجش بکنیم آرنج مچمون، بعد به سمت داخل خم بشه. اینم علت داره. اگر مشت رو صاف بزنیم با قدرت و سرعت زیاد، اگر صاف باشه ممکنه به رگ‌های داخلی آسیب بخوره، رگ‌ها پاره بشن. برای همین برای سلامتی خودمون یک ذره مشت رو سمت داخل خم می‌کنیم. نکته بعدی درباره قفل کردن یا شوک هستش. به این صورت انگار یه شوکی به بدن وارد بشه، انگار این ماهیچه هامون در یک زمان و مکان خاص قفل میشن. این هم باعث زیبایی حرکته، حالت نمایشی داره. شل که بزنید ببینید زیاد جالب نیست. پس هم باعث زیبایی حرکته. رزمیکارهای حرفه‌ای اگر دقت کرده باشید اکثر ضرباتشون قفل داره. پس هم باعث زیبایی حرکته، هم سلامتی خودمون. ضربه رو که بخوایم شل بزنیم به این صورت یک چند ماهی هم این حرکت رو انجام بدیم، یک مدت بعد میبینید این مفاصلمون درد میکنه، به عبارتی آب میاره. به اصطلاح علمی تر این غضروف‌های داخلی ترک برمیدارن و این ترک های ریز باعث درد میشه. میبینید رزمیکارمون اومده بعد یه مدت میگه که مفاصلم درد میکنه. علتش اینه که ضربه ها رو شل زده، درست وارد نکرده. یه نکته ریزی هم که اینجا هست، اگر ضربه رو با قفل انجام بدیم این لباسمون که تکون میخوره یه صدای ریزی داره. مثلا اگر انجام بدیم این نداره، این داره.
نبات باعث زیبایی حرکت میشه، یک ابهت خاصی به همراهمون هنرجویی میده که داره ضربه رو انجام میده و باعث میشه که اکسیژن بدنمون کم نشه و خسته نشیم. اکسیژن باعث میشه که خون رسانی راحت‌تر انجام میگیره و عضلاتمون احساس خستگی نکنن. نشست استقلال. یه نمونه کوچیکم خدمتتون عرض بکنم که اینم باز حالت نمایشی داره و یه ابهت خاصی به هنرجومون این انجام ضربه میده. ببینید قبل اینکه بخوام مشت رو بزنم دستم یه باز و بسته کردن کوچیک داره. حالا اینم اگر خواستیم میتونین از این حرکت هم استفاده بکنید.